نخاله‌های ایرانی اینستاگرام، افرادی که بدون هیچ استعدادی به شهرت رسیدن. توی این ویدیو قرار 5 از بلاگرهای ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنن رو بهتون معرفی کنیم. البته بلاگر که چه عرض کنیم، هرزهای اینستاگرامی بگیم بهتره. چون بعضی با برهنگی، بعضی با کلاهبرداری اینترنتی از مردم و بعضی هم آقازاده بودن و با پول باباشون که البته مال مردم بوده به شهرت رسیدن و دیده شدن. بریم که این ویدیو رو شروع کنیم. شماره 5 ندا یاسی. ندا یاسی با نام واقعی ندا برغشی متولد 21 بهمن 1368 است. با در نظر داشتن نام خانوادگی و گویش او میتوان حدس زد که اهل شیراز باشد. ندا یاسی دارای مدرک لیسانس مامایی در ایران است. او ماجرای خود را اینگونه تعریف می‌کند که در دوران دانشجویی عاشق یک از اقوام خود در کانادا می‌شود و سپس با برنامه‌ریزی قبلی از خانه‌اش می‌گریزد و پدر و مادر و 7 خواهر و برادرش را رها می‌کند تا زندگی تازه‌ای را با عشق خود بسازد. عشق ندا یاسی مرد سالخوردی به نام جی بود که در بازه زمانی 2 ساله از حضور ندا در کمپ ترکیه مرتباً به دیدار او می‌آمد و سرانجام او را همراه خود به کانادا برده است. البته زندگی آنها دوام زیادی نداشت و بعد از چند سال ندا از عشق خود جدا شد و تصمیم گرفت که به تنهایی بهای تصمیم اشتباهش در زندگی را بپردازد. او از آن پس تمرکز خود را روی اینستاگرام و جذب فالوور گذاشت و با فحاشی و برهنگی تلاش بود تا مخاطبان خود را در این شبکه اجتماعی افزایش دهد. ندا یاسی سعی می‌کند زندگی روزمره یک دختر تنها، نیازها و حتی دیوانگی‌های دنیای دخترها را به صورت طنز به معرض نمایش بگذارد که در ارائه این روزمرگی‌های دخترانه موفق بوده و با اینکه گاهن از الفاظ و یا حرکات زننده استفاده می‌کند، اما در پست‌ها و استوری‌هایش لبخند را بر لب بیننده آورده است. ندا یاسی پس از 9 سال زندگی در کشور کانادا با یک تصمیم عجیب به کشور ترکیه مهاجرت کرد و در حال حاضر در این کشور زندگی می‌کند. شماره 4 پویان مختاری. پویان مختاری در تاریخ 8 مهر ماه سال 1369 در شهر ایزه خوزستان به دنیا آمد. او در یک طایفه بختیاری به نام سرقالی و هفت‌لنگ متولد شده است. پویان مختاری یکی از خوانندگان ایرانی است که تاکنون ترانه‌های بسیاری تولید کرده است، اما مورد توجه مردم قرار نگرفته. پویان مختاری در نوجوانی پس از ورشکسته شدن پدرش به همراه خانواده به تهران آمد و به عنوان پیک موتوری مشغول به کار شد. او پس از مدتی در یک کلینیک زیبایی به عنوان یک منیجر بیوتی مشغول شد و از این طریق با همسر سابق خود که نیلی افشار نام دارد آشنا شد. اما پس از مدتی پویان مهاجرت کرد و نیلی هم پس از گذشت مدتی به ترکیه رفت و در آن کشور دوباره آنها یکدیگر را دیدند و رابطه خود را از سر گرفتند. این گونه بود که نیلی از ابتدای مهاجرتش در خانه پویان زندگی می‌کرد و با او رابطه داشت. نیلی بارها در زمان دوستی و حتی پس از ازدواج شاهد خیانت کردن پویان بود و هر بار او را می‌بخشید. این خیانت و رابطه داشتن پویان با دخترهای مختلف بارها تکرار می‌شد و همین باعث معروفیت او در فضای مجازی شد. آخرین خیانت پویان به نیلی افشار از طریق رابطه داشتن با ریحانه پارسا بودش که همین باعث شد نیلی افشار برای همیشه پویان مختاری را ترک کنه. پویان مختاری توانسته است با ایجاد حواشی مختلف از طریق خیانت کردن به نیلی افشار به عنوان یکی از افراد بسیار معروف در فضای مجازی معرفی شود. او علاوه بر فعالیت‌های دیگر مانند خوانندگی و اینفلوئنسری در زمینه سایت‌های شرط‌بندی هم فعالیت بسیاری دارد. او به کمک نیلی افشار توانست کاربران بسیاری برای سایت خود به دست آورد و امروزه به عنوان پرطرفدارترین و محبوب‌ترین سایت شرط‌بندی شناخته می‌شود. پویان مختاری پس از حواشی زیاد و اتفاقاتی که در ترکیه ایجاد کرده بود، مجبور شد به لندن مهاجرت کند و در حال حاضر زندگی لاکچری در لندن دارد. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کانال هم فراموش نشه. شماره 3 دنیا جهانبخت. دنیا جهانبخت در تاریخ 30 آبان 1368 در محله شمیران تهران به دنیا آمد. مدرک تحصیلی دنیا جهانبخت کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد تهران است. او ابتدا حضور کمرنگی در دنیای مد داشت و به عنوان مدل پوشاک و میکاپ آرتیست فعالیت میکرد. دنیا جهانبخت پدرش به نام مجید در دوران بچگی از دست داد و وابستگی شدیدی به مادرش دارد. دنیا جهانبخت با پایان یافتن تحصیلاتش در ایران با خانواده به ترکیه مهاجرت کرد. نام دنیا جهانبخت اولین بار در سال 1394 در فضای مجازی پخش شد. آن هم با انتشار خبر تصادف پورشه زردنگی که روزی به پسر امیر قلعه‌نویی تعلق داشت. در این حادثه خانم پریوش اکبرزاده درگذشت و دنیا جهانبخت اولین نفری بود که این خبر را اعلام کرد و توانست از این حادثه برای خود فالوورهای زیادی جذب کند. شهرت دنیا جهانبخت با یک عشق دروغی در فضای مجازی آغاز شد. او با انتشار عکس‌های اساسی مانکن خواننده زیرزمینی ایرانی که به آمریکا مهاجرت کرده بود حسابی به او ابراز علاقه کرد، اما با بی‌اعتنایی این خواننده مواجه شد.
که بعد از آن کلیپی از خودکشی‌اش را انتشار داد که داشت خودش رو با روسری خفه می‌کرد. با این شو ساختگی پیج اینستاگرام دنیا جهانبخش هزاران نفر را برای بحث و جدل و شوخی به سمت خود کشاند و ناگهان فالوورهای او میلیونی شد. پس از مدتی ساسیمانکن با ارسال یک دسته‌گل برای جهانبخش قصد داشت او را آرام کند و در نهایت عشق دنیا جهانبخش خاموش شد و ماجرای داغ عشق او با ساسیمانکن پس از مدت‌ها رنگ باخت. در ادامه این ماجرا دنیا جهانبخش در سال 1398 با یک شوی جدید ساختگی دیگه سعی کرد اعتماد عاشقانه خود را با امیر تتلو رسانه‌ای کند و با حاشیه‌سازی دروغ توانست دوباره تعداد زیادی فالوور جذب کند. یک سال بعد در تاریخ 28 مهر 1399 دنیا جهانبخش از عشق جدیدش به صورت مخفی رونمایی کرد که پس از مدتی مشخص شد عشق او مهرداد جمع خواننده ایرانی است. رابطه او با مهرداد جمع هم حواشی بسیار زیادی داشت که در نهایت این رابطه به تولد فرزندی ختم شد. البته قبل از تولد این بچه رابطه دنیا جهانبخش و مهرداد جمع پایان یافت و این خواننده به ایران بازگشت. در رابطه با اینکه پدر این فرزند مهرداد جمع هست یا نه حرف و حدیث‌های زیادی وجود داره و به طور قطعی معلوم نیست پدر این بچه کیه. دنیا جهانبخش در حال حاضر در یک از شهرهای کشور انگلستان ساکن است و مشغول به انجام روزمرگی و بزرگ کردن فرزند خود آرتام میباشد. شماره 2 میلاد حاتمی. میلاد حاتمی متولد 23 مهر 1375 در تهران است که به عنوان شاخ مجازی شناخته می‌شود. میلاد حاتم آبادی فراهانی فعالیت خود را در جزیره کیش و در اینستاگرام با انتشار تصاویر دختران شروع کرد و مدعی بود که مربی بدنسازی میباشد. بعد از این ماجرا عنوان آقای مربی را برای خود انتخاب کرد و با توجه به اینکه ادامه فعالیتش در ایران غیر ممکن شد به همین دلیل به ترکیه مهاجرت کرد. پس از آن با حاشیه‌سازی، انتشار کلیپ‌های جنجالی، علنی کردن روابط شخصیش، دعواهای ساختگی و استفاده از دختران جوان در ویدیوهایش توانست به شهرت بسیار زیادی در اینستاگرام برسد. او برای ساخت یکی از کلیپ‌های خود چند دختر را استخدام کرده بود که یکی از آنها سحر نام داشت. سحر حاتمی یکی از شاخه‌های مجازی است که در حال حاضر در اینستاگرام دنبال کنندگان بسیار زیادی دارد. آشنایی میلاد حاتمی و سحر به زمان فیلمبرداری او برمیگردد و این آشنایی تا جایی ادامه پیدا کرد که آنها وارد یک رابطه بسیار جدی شدند و حاصل این رابطه یک فرزند دختر میباشد. میلاد حاتمی که عاشق حاشیه‌سازی بود زمانی که کشور ترکیه در قرنطینه کامل به سر میبرد به یکی از پلیس‌های ترکیه رشوه داد و ماشین پلیس را قرض گرفت. سپس او با ماشین پلیس در خیابان‌های ترکیه به گشت و گذار پرداخت و ویدیویی از همان لحظه خود در صفحه شخصیش منتشر کرد که این ویدیو باعث خشم مردم ترکیه و سران و مقامات این کشور شد. پس از آن پلیس ترکیه میلاد را دستگیر و بازداشت کرد و طی تحقیقاتی که توسط پلیس ترکیه در مورد این شاخ مجازی انجام شد، آنها متوجه شدند که میلاد به گرداندن سایت شرطبندی مشغول است و توسط پلیس فتات تحت تعقیب است. پس از این جریان طی توافقی که بین پلیس ترکیه و پلیس ایران انجام شد، میلاد به ایران دیپورت شد و بلافاصله در فرودگاه بین‌المللی توسط پلیس ایران دستگیر شد و روانه زندان شد. و اما شماره 1 ساشا سوپانی. ساشا سوپانی متولد 1369 میباشد. او فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاهی در ونزوئلا است. جالب است بدانید که نام اصلی او محمد رضا است و بعد از شهرت نام خودش را به ساشا تغییر داد. پدر او سفیر سابق ایران در ونزوئلا در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بوده است. ساشا سوپانی بیشتر به خوشگذرانی و زندگی تجملاتیش در میان مردم معروف است. اما یکی از جمله‌های معروف او که باعث شد نام ساشا سوپانی بیشتر بر سر زبان‌ها بیفتد این است که گفته اگر نمی‌توانید پول در بیاورید و نمی‌توانید زندگی کنید پس بروید و بمیرید. یکی نیست بهش بگه که پوفیوز خودت داری با پول مردم زندگی می‌کنی بعد حرف اضافی هم میزنی. البته به گفته خودش تمام این موفقیت‌ها از زرنگی خودش بوده و اصلا ربطی به اینکه پسر سفیر ایران در ونزوئلا بوده نداره. ساشا سوپانی در هر زمینه‌ای که مورد توجه مردم است مانند اینستاگرام و سایت شرطبندی فعالیت دارد و از آن کسب درآمد می‌کند. دلیل اصلی معرفت او استفاده ابزاری از دخترها در ویدیوهای خودش است. اما یکی دیگر از مواردی که ساشا سوپانی توانسته است به وسیله آن به ثروت هنگفتی دست پیدا کند استفاده از ارزهای دیجیتال و فعالیت او در این زمینه میباشد، البته با کلاهبرداری از مردم بیچاره. طبق نظرسنجی‌هایی که در فضای مجازی انجام گرفته او برخلاف تعداد بالای فالوورهایش چهره محبوبی در ایران ندارد و حتی در لیست منفورترین سلبریتی‌های ایرانی قرار دارد. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. ممنون از شما که همراه ما بودید. لطفا برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و اگه به این سبک از ویدیوهای دانستنی هم علاقه دارید کانال رو ساب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا با کلی ویدیوی جدید دیگه در خدمتتون باشیم. خدا یار و نگهدارتون.